درود بیکران بر شما و دلهای پاک شما دوستان و همراهان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. همه ما در طول عمرمون ممکنه برای حفظ سلامتی خودمون یا برگشت سلامتی بعد از یک کسالت یه سری کارها رو انجام بدیم. از یک رژیم غذایی خاصی پیروی کنیم، ورزش کنیم، خواب مناسب داشته باشیم. به هر حال یه سری داروهایی که دکتر تجویز کرده استفاده کنیم تا این سلامتی ما برگرده یا اینکه سلامتی ما بهتر بشه، همونجوری حفظ بشه. اما در مورد ذهن هم باید ما یک سری کارها رو انجام بدیم. یه تجربه سخت اما عالی دارم که امروز میخوام خدمت شما عرض کنم. در ابتدا سخته، انسان باید یک سری عادتها رو از بین ببره، یک عادتهای دیگری جایگزین کنه. یک سری کارهایی که قبلا عادت نداشته الان باید انجام بده. در ابتدا سخته، اما نتایجی که حاصل میشه به شرط تحمل، صبر، بردباری فوق‌العاده است. یعنی اون نتایج خیلی خوبه که تا حدی من استفاده کردم، لغزش داشتم، باز دوباره استفاده میکردم تا اینکه یک زمان خاصی رو برای خودم مشخص میکردم، مثلا تایمای 7 روزه، 14 روزه، 21 روزه، 40 روزه و 62 روزه. این تایما رو برای خودم در نظر میگرفتم و مراعات میکردم که بتونم نتایج خوبی بگیرم. میومدم رژیم غذای روح یا رژیم ذهنی برای خودم درست میکردم. یه رژیم ذهنی به مدت مثلا 21 روز درست کردم. نتایجی که من از این رژیم ذهنی گرفتم فوق‌العاده بود. دیگه عصبانی نمی شدم، کارام منظم صورت می گرفت، ارتباط عاطفی خوبی پیدا کرده بودم، تو کارم هم نتایج خیلی بهتری گرفته بودم و می گرفتم و آرامش و سرزندگی به سراغ من اومده بود. عین واقعیت درک درستی از زندگی بردم و احساس لذت و شادی و شادکامی رو در خودم واقعا حس کردم و این تجربه رو امروز من میخوام خدمت شما بیان کنم. بیایید یک رژیم ذهنی 21 روزه که این 21 روز معمولا یه عدد خاصیه، برای خودتون بذارید 21 روز. ابزار و وسایلی که در این 21 روز لازمه من به این صورت خدمت شما بیان میکنم که اولا که یک دفتر و قلم شیکی بردارید، خیلی دفتر تمیز و شکیلی انتخاب کنید. هر روز خودتون که صبح از خواب بیدار میشید ذهن خودتون رو پر کنید از افکار مثبت. شما میدونید که خودتون باید انتخاب کنید، یعنی اکتسابی است، انتخابی است. یعنی شما میتونید هم فکر منفی رو انتخاب کنید، هم میتونید فکر مثبتی رو انتخاب کنید. جایی رو ویران نمیکنه که شما اگر بخواید یک فکر مثبتی رو انتخاب کنید حتما نتایجش مثبته که ما میگیم فکر مثبت است. هرچند که ممکنه یک کسی که همیشه روی مدار تفکرات منفی و افراد سمی و ناامیدی و یأس قرار داره، انتخاب و به مدت 21 روز زندگی کردن با افکار مثبت براش سخت باشه. اما شما انتخاب کنید. پس
صبح هنگامی که از خواب بیدار میشید و شب هنگامی که میخواید بخوابید، که اینا سطح هوشیاری است دیگه. ذهنتون رو پر کنید با افکار مثبت. انتخاب کنید چیزهای مثبت انتخاب کنید. دومی که هر صبح دور و بر خودت نگاه کن، اون موجودیت و اون چیزهایی که داری یادداشت کن تو همون دفتری که از قبل تهیه کردی و برای تک تک اونا شکرگزار باش. چون ما تو فایل قبلی در مورد اهمیت شکرگزاری گفتیم که چقدر مهمه و چقدر قوی و نزدیک به از لحاظ فرکانسی به خدا، که حالا میتونه اون فایلمون نگاه کنید. اما شکرگزاری با حس و احساس عالی و با هیجان عالی شکرگزاری کنید و بنویسید خدای شکرت که سلامتی دارم، خدای شکرت که فرزندان سالم دارم، خدای شکرت که شغل خوبی دارم، خدای شکرت که درآمد خوبی دارم، خدای شکرت که یه روز جدیدی رو آغاز کردم با انرژی های پاک، با انرژی مثبت. پس اینم شکرگزاری ابتدای صبح و آخرشه. سوم، برید روبروی آینه واسید بگید که امروز میخوام بهترین فردی باشم که تا الان نبودم. یعنی میام تو کارم بهترین میشم، با کیفیت عالی کارم رو انجام میدم، تو حس و احساس و شادمانیم سعی میکنم بهترین شخصی باشم که تا الان بودم، یا این خوشحالی تا این حد و هست رو تا الان احساس نکردم و در خودم نبوده. امروز میخوام از همیشه شادتر باشم. چهارم، ورودی و خروجی های ذهن خودتون رو کنترل کنید. وقتی میگیم کنترل کنید یعنی تمام اجزای انسان کنترل بشه، تمرکز انسان کنترل بشه، نگاه انسان کنترل بشه، چشم انسان کنترل باشه. یعنی شما در این مدت 21 روز هر چیزی رو نباید بشنوی، هر چیزی رو نباید بگی و هر چیز نباید توجه کنی. از تک تک کلمات خود مراقبت کنید. عبارات منفی بر زبان خودتون جاری نکنید. پس مراقبت کنید از کلمات خودتون. عبارات منفی بر زبان خودتون جاری نکنید. پنجم، جملات و کتاب‌های انگیزشی رو بخونید. جملات انگیزشی رو تکرار کنید و کتاب‌های انگیزشی هم بخونید. مثلا شما برای خودت بنویس، هدف گذاری کن که من در این مدت 21 روز نیم ساعت کتاب‌های موفقیت، کتاب‌های انگیزشی میخونم. مورد بعدی، فایل‌های صوتی انگیزشی، فیلم‌ها و کلیپ‌های انگیزشی زیادی گوش کنید و نگاه کنید و اون چیزی رو که میشنوی یا میبینی و خوندی در طی این 21 روز رو به کار بگیر از همون روز و با قدم‌های کوچک. اما بدونید که این قدم‌های کوچک در دراز مدت نتایج بزرگی داره. سعی کنید از لحظه صبح که شروع میکنید تا مسیر کار، خیابون، محل کار، محل زندگی، متمرکز بشید بر اون چیزهایی که دوست دارید ببینید، بر زیبایی ها. یعنی عادت کنید زیبایی ها رو ببینید، عادت کنید زیبا بیاندیشید که زیبا اندیشان
به زیبایی رسن. وقتی در طول روز متمرکز میشید بر روی زیبایی، حالا آخر شب بیا تو اون دفترت بنویس چیزهای زیبایی که دیدم، لیست کن. چه فایده داره؟ ذهن انسان عادت میکنه به خوب دیدن، چشم انسان عادت میکنه به خوب دیدن و خوب فکر کردن و تفکر مثبت. چند روز که شما متمرکز بشید، اصلا عمدن انتخاب کنید توی مسیر راه که میری، فصل مثلا الان فصل بهاره، من شکوفه ها رو مثلا میخوام ببینم، من گل ها رو میخوام ببینم، من تراوت و سبزی درخت ها رو میخوام ببینم. وقتی شما توی این مدار قرار بگیرید، در طول زندگی هم بیشتر زیبایی ها رو میبینید، چون عادت کردی به زیبا دیدن. خب حالا آخر شب اومدی تو اون دفترت می نویسیم من این چیزها رو دیدم که همشون زیبا بودن و از دیدنشون لذت بردم، اما زیباترینش این بود. انتخاب باز زیباترین. خب اینم هرچند دوستان در انتخاب چیزایی که خدمتتون عرض کردم سخته، یعنی یک کسی که مدتها نق زده، قر زده، فکرهای سمی داشته، یه مرتبه بخواد این کارها رو انجام بده که اصلا عبارات منفی به کار نبره، اصلا ذهنشو به منفی نگری نبره و جهت ذهنش، جهت فکرش به سمت مثبت بره، خب در ابتدا سخته، دشواره و چه بسا که لغزش هم بکنید، ولی اشکال نداره. لغزش کرده باز دوباره برگرد، آنقدر برگرد که عادت کنی که دیگه تو مسیر مستقیم حرکت کنی. حتما دچار لغزش های احتمالی میشید، اما شما حتما خودتون مقید کنید، متعهد بدونید در این مدت 21 روزی، یعنی بگید در این 21 روز من تمام سعی و تلاشم اینه که ذهنمو پر کنم از مثبت اندیشی، از تفکر درست، از خوب دیدن، از خوب فکر کردن، خوب شنیدن. حتما در این مدت 21 روز زندگی نامه آدمای موفق، میلیونرهای خودساخته رو بخونید. فایل های صوتی رو با صدای خودتون پر کنید. یه سری باورهای توحیدی بنویسید، اونا رو تکرار کنید با صدای خودتون. تو مسیر را گوش کنید. زمانی که نمیتونید تکرار کنید گوش کنید. یعنی این ذهن ناخودآگاه و این ذهن رو بمبارانش کنید با باورهای توحیدی. خب باور هم یه فکری است که خیلی تکرار شده، فکر غالب ما که در طول سالیان سال به مدت زیادی تکرار شده، خب ما پذیرفتمش و شده باور. خب پس با تکرار زیاد در این مدت 21 روز مراقبه، دعا، مناجات یادتون نره. در این رژیم ذهنی محور خداست. توکل و دست به دامن پروردگار شدن یک اصله، یعنی در تمام امور. اما کسی که میخواد ذهن خودشو هدایت کنه، برنامه ریزی کنه به سمت مثبت اندیشی و فکر درست، خداوند محوره. از خدا بخواهید تا در این 21 روزی که این رژیم رو برداشتید موفق بشید. و این تکنیک دوستان، این رژیم 21 روزه بارها ممکنه دچار لغزش بشید، اما آگاهانه انتخاب کنید. یعنی آگاهانه ببینید، آگاهانه بشنوید،
حتما در این 21 روز تلویزیون نگاه نکنید، اخبار گوش نکنید. یعنی یه روزه فکری قشنگی برای خودتون درست کنید که در بعد از این 21 روز شما یک ذهنی برای خودت درست کرده باشی که عادت کنه از صبح که از خواب بیدار میشه شکرگزاریش بکنه. آخر شب که میخوای بخوابی حتما در حد 5 دقیقه بگو نگاه امروز این چیزای زیبا دیدم ولی زیباترینش این بوده. و وقتی که انسان ذهن خودش عادت میده به مثبت اندیشیدن، شادتره، خوشحالتره، از زندگی لذت بیشتری میبره. چون همه پیروزی هایی که ما در دنیای بیرون میبینیم مبدأ و منشأش دنیای درونه. وقتی دنیای درون ما زیبا میشه، تفکرات زیبایی داریم، اندیشه های عالی داریم، نگرش مثبت داریم، حتما دنیای بیرون ما یک دنیای ارزشمندتر، زیباتر، موفقتری برامون رخ میده و اتفاق میفته. حتما این رژیم 21 روزه رو تمرین کنید، متعهد بشید به انجامش. ممکنه سخت باشه، ممکنه اینکه آدم تو محیط کار هر حرفی از زبانش در بیاد، در مسیر رفتن سر کار، در گفتمانی که داره ممکنه یک سری ناامیدی ها رو به زبان بیاره، یک سری گرونی ها رو به زبان بیاره، یک سری مشکلات به زبان بیاره. اما تو در این مدت 21 روز باید آگاهانه جملاتی که به کار میبری آگاهانه انتخاب کنید. هر روز هم 10 دقیقه نمیشه وقت نده، 10 خط تو همون دفتر قشنگی که انتخاب کردی بیا انشا بنویس که منتهی انشایی بنویسید این جملاتی به زبان حال بنویس، به زمان حال که این چیزا رو دارم. ممکنه فعلا شکل فیزیکیش تو زندگیت نداشته باشی، اما جملاتی بنویس که حالت خوب میشه. فلان ماشین رو دارم، خدا رو شکر الان داریم به مسافرت میریم به فلان جا، فلان خانه رو داریم، فلان امکانات داریم. و این جملاتی که در واقع خواستت هست، آرزوت هست و دوست داری برات محقق بشه و متجلی بشه، در طی این 21 روز 10 خط بنویس. بعدی که نوشته از روش هم یه دور با صدای بلندم بخون، میتونی بیشترم بخونی. هدف از این تمرین این قشنگتر شدن زندگی و حس حال عالی است. حالا اگه شما دیدید که در این 21 روز عجب حالی داد و یا نیازه که ادامه بدی، یه 21 روز دیگه هم ادامه بده، تا جای ادامه بده که عادت کنی به خوب دیدن، عادت کنی که از زندگی خودت با تفکراتی که تو ذهنت داری، با اندیشه‌ای که داری، از زندگی لذت ببری. زندگی برات رضایت بخش، شادمانه باشه، همراه با شادی، همراه با خوشحالی باشه. شک نکنید تفکر مثبت حال آدم خوب میکنه. تفکر مثبت همیشه خدا نتیجه میده. بنابراین ذهن خودتون رو پر کنید، سرشار کنید از درست اندیشیدن، از تفکرات درست، از مثبت اندیشی و عادت بدید به اینجور فکر کردن. اگه دوستی میبینید از شما خوشحالتره، بدون که نوع نگاه اون متفاوت تره، اون مثبت‌تر فکر میکنه. توکل داشته باشید به خدا، مراقبه کنید، دعا کنید. و این رژیم غذایی که من تمرین کردم، انصافاً تجربه کردم، حالمو خوب کرده، زندگی زیباتر کرده، نتایج پربارتری نصیبم شده در محیط کار، شغل، محیط خانه، زندگی. شما هم این تجربه رو به کار بگیرید. پس به صورت خلاصه هر صبح آخر شب ذهنتون پر کنید از افکار مثبت، زیبایی ها رو در طول روز ببینید، کتاب های انگیزشی بخونید،
دعا و مناجات یادتون نره، شکرگزاری یادتون نره. تمرین کنید به خوب دیدن و خوب فکر کردن. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. این تمرین رو رعایت کنید. ممکنه سخت باشه، دشوار باشه، اما تمرین کنید. این یه رژیم ذهنیه که حالت خوب میکنه و ادامه بدید تا 62 روز هم ادامه بدید. خوبه، عالیست. وقتی آدم میتونه مثبت حرف بزنه چرا منفی بخواد حرف بزنه؟ وقتی جمله‌ای میتونی بگی که خداوند کمکم میکنه، جمله‌ای میتونی بگی خداوند منو هدایت میکنه، چرا بخواد جمله منفی بگی که درش ترس است، ناامیدی هست؟ چون ترسم ایمان وارونه است و از نایه شیطانه. خب آدم زیباتر صحبت میکنه، جملات قشنگتری به کار میبره. استفاده کنید، این تمرین رو به کار بگیرید، نتایج خیلی خوبی هم داره. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. انشالله همیشه شاد، خوشحال، سرافراز باشید. حسابای بانکیتون هم سرشار از پول باشه. بهترین آرزوها رو براتون دارم. انشالله با آرزوهاتون هم برسید، با توکل، با همسو شدن و همراستا شدن با خدای مهربان و خدای درونتون، با آرزوهاتون حتما این خواسته ها محقق میشه. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. ایام بکن.